سلام. امیدوارم صدام خوب بیاد چون الان ساعت چنده؟ 11:10 و ما از دیشب تا حالا بیدار بودیم که خب چیز جدیدی هم نیست، ولی بیرون بقیه خوابن و میخوام که این برتر نه این برتر و میخوام که عجیب شده که اینجوری باید این وسط نکنم اون بر نگاه نکنم و دارم سعی میکنم که یواشتر صحبت بکنم، صدام خیلی بیرون نره. ولی یهویی داشتم به یه چیز فکر میکردم، گفتم راجعش ویدیو بگیرم، بعد میدونین به این فکر کردم که ارزششون نداره. مثلا میدونی یه وقتی هست مثلا تو خیلی جدی میشینی یه موضوع رو تحلیل میکنی، بعد یه موضوع خیلی چرتی هم تحلیل میکنی، بعد میگی من اصلا نمیفهمم فایده این چیه. فایده این همینه که راجبش فکر میکنی، فایده این همینه که راجبش صحبت میکنی، درگیرت میکنه. یعنی یه وقته یه چیز بی اهمیت همچنان تو رو درگیر میکنه. الان دلیلش چیه؟ ولی آره خلاصه من همونطور که تو ویدیو اول گفتم روان شناسی خوندم 3 سال و معدل الف بودم تا اون آخراش و چیز کردم. در واقع این ترم من بعد فارغ التحصیل می شدم، یعنی در حال فارغ التحصیل شدن بودم. احتمالاً الان داشتم رو پایان‌نامه‌ام کار میکردم، روانشناسی پایان‌نامه دارم متاسفانه. بعد داشتم رو پایان‌نامه‌ام کار میکردم و فارغ التحصیل می شدم و اینها، ولی خب حالا بنا به دلایلی دیگه دانشگاه نرفتم که تو ویدیو اول هم گفتم یا نه، دیگه دانشگاه نرفتم، فکر کنم گفتم، و یه چند وقت دیگه هم میرم چیز میکنم، تصفیه میکنم و انصراف میدم. راجع به بک‌گراندم من فکر کنم صحبت کردم، راجع به پیش زمینه‌ام هم صحبت کردم که خب من توی خانواده میام که با روانشناسی قریب نبودن، ولی همچنان من فکر میکردم روانشناسی رو دوست دارم و تا وقتی که خودم نرفتم روانشناسی رو خوندم متوجه نشدم که این اصلا اون چیزی نبوده که من تو ذهنم داشتم. من 2 تا از خاله‌ام روانشناسی خوندن. مامان خودم همین چند وقت مثلا 10 سال پیش لیسانسشو گرفت. من روانشناسی خوندم. یا دختر خالم که از من کوچیک‌تره ولی خب من 4 سال پشت کنکور موندم، قبل از من رفت، یعنی زودتر از من رفت دانشگاه، اونم روانشناسی خونده. و یکی از نکاتی که جالبی که این گفت و فکر کنم واقعا همین 5 نفریم که روانشناسی خوندیم، یکی از نکات جالبی که گفتش مثلا خب مثلا روانشناسی چجوری و مثلا این ها یه چیزش تعریف می‌کرد، گفتش که آره چیزی که من متوجه شدم اینه که بچه‌هایی که میان، حالا خیلی مؤدبانه گفت، خیلی فیوزری گفت، خیلی یه جوری گفتش که نسیخ بسوزه نه کباب، ولی همچنان حرفشو بتونه بزنه. نمیدونم ISFP یا INFP. اینا گفتش که آره بچه‌هایی که میان روانشناسی میخونن اخلاقای خاص دارن. این اول بگم، این اصطلاح اخلاقای خاص یه توصیفیه که تو نمیتونی مثلا بگی طرف خیلی بدعنقه، خیلی بدقلقه، خیلی اذیت میکنه. با گفتن این که اخلاق خاص داره مثلا خودتو توجیه میکنی، میدونی به خود دلداریم دیگه، مثلا اخلاق گوه طرف رو بتونی تحمل بکنی. چون یه لحظه شکرم نکنه ضبط میکنم دیدم نداره ضبط، چون مثلا برای خودت هم همینو بگم ما هممون اخلاق خاص داریم. خلاصه چی جالب، من نور
سفر رو لایک نکردم، ولی خب فعلا اون خوبه فکر کنم. اینو گفتش که آره اخلاقای خاص داره. اینو منم دیدم. و خب مثلا قبل از این که با تایپولوژی هم آشنا بشم اینو میدونستم که اینا آدمایی هستن که حالا سامم اینو گفته بود، ولی آدمایی میرن روانشناسی میخونن که میخوان رنجی که خودشون کشیدن و بقیه نکشن و مثلا دنبال راه نجاتن و بعد یه چیز وارونه دیگه، یک دور باطلیه وارونه کسی، یک دور باطلیه دیگه. مثلا تو به عنوان کسی که تروما دیدی، اذیت شدی و فلان و اینا می روانشناسی میخونی حال خودتو بهتر بکنی مثلا، یا تو حال بقیه رو خوب بکنی. خلاصه هم کلاسی های خیلی زیادش ورودی ما خیلی هم زیاد بودن. ورودی قبل ما فکر کنم 15-16 نفر بودن که خب حالا اینم بگم مثلا ورودی قبل ما که دانشگاه میخواست عوض بشه و اینجور صحبت ها مثلا انتقالی گرفتن، مثلا بیشتر بودن، حالا یه تعدادشی رو ریزش کرد. ولی ورودی ما که 1400 میشیم خیلی به طرز عجیبی زیاد بودن. ما فکر کنم اولش 50 نفر بودیم، بعدش مثلا شدیم 45 نفر شدیم 40 نفر، مثلا از ما هم ریزش داشت، ولی خب وقتی مثلا 50 نفره ریزش آنچنانی نداره. ورودی بعدی هم خیلی زیاد بود. جوری بود که من میخواستم جای متروی دانشگاه وایستم، اونایی که دارن میرن مثلا سمت دانشگاه ما جلوشون میگم تو رو خدا مثلا نه اینجا ثبت نام کن، وسط بر بیابونه الان داغی نمیفهمی، دهنت سرویس میشه تو این راه، با اتوبوس رفتی اومدی، فکر نکن مثلا همینجوریه میتونی بیای، واقعا قراره خیلی اذیت بشی. چه ویدئوهای خوبی هم، چه دارن فیلم میکنن. خلاصه امیدوارم عطسه نکنه. چشم میسوزه واسه. خلاصه ما یه همکلاسی داشتیم خیلی عجیب بود، خودشیفته بود. بعد خودشیفتگیش هم از این نوعی بود که میدونی مثلا وقتی یه نفر یک چیزی رو خیلی بولد میکنه تو توجهت خیلی بیشتر به اون جلب میشه و نگاه منتقدتری به اون داری. مثلا وقتی که انتظاراتتون بره بالا، بعد تو اینجوری که خب نه اینجوری هم که تو میگفتی نبود. مثلا اگه از یک فیلمی یه نفر خیلی تعریف کنه بعد تو نگاه کنی خوشت نیاد خیلی بیشتر میخوره تو ذوقت تا اینکه مثلا یه نفر بگه فلان فیلم معمولیه دوست داشتی ببین، بعد تو هم میبینی معمولی. میبینی که مثلا یک نفر بیاد خیلی با آب و تاف بگه که آره خیلی فیلم خوبیه فلان، اما بعد مثلا فیلم واقعا چرت و پرتی باشه و سلیقه تو نباشه میخوره تو ذوقت. آدم خودشیفته هم همین، آدم خودشیفته خیلی از خودشون تعریف میکنن خب، ولی وقتی تو واقعا نگاهشون میکنی اینجوری که اونجوری هم که تو میگفتی نبود اوکی، ولی مثلا طرف خیلی سیس عقاب میگرفت و مثلا حتی بنده خدا از شدت لاغر بودن یه جور خاصی راه میرفت و اون عیب راه رفتنش که مثلا کمرشو خیلی میداد جلو اینها، اون خیلی به چشمه. مثلا الان که داشتم دوست میگم طاووس افتادم که پراشو مثلا میاره بالا فلان اینا. البته اون بنده خدا پر خیلی خاصی نداشت ولی خودش فهم که پر خیلی خاصی داره، سر ریش بذاره و اینها. آدم لاغر اندامی بود و خیلی چیز خاصی تو قیافش نظر تو جلب نمی کرد. صرفا سعی می‌کرد مثلا موهاشو اتومو بکشه و مرتب باشه. بعد آدم لاغری بود و ساعت خیلی بزرگی هم مینداخت. نه یهو یادم اومد که مثلا فرض کنید دست لاغر من یه ساعت بنتن مثلا روش باشه، منظورم در این حد بزرگ. خلاصه این حالا نمیدونم
آره مادرش چیز میخوند، مادرش روانشناسی خونده بود. این دوقلو بود. بعد خب نکته جالب اینجاست که تا وقت خودتو با یه نفر مقایسه میکنی خیلی میتونی خودتو مثلا بهتر پرزنت بکنی، میدونی. میومد خیلی بد از برادرش میگفت. بعد به قول یکی از همکلاسی‌ها میگفتش که اینجور که این راجب داداشش بد میگه و چون ما اینو میشناسیم احتمالاً اگه داداشش تو کلاس ما بود ما بیشتر ازش خوشمون میومد تا این، و انقدر که این داره بد میگه احتمالاً داداشش انقدر بد نیست. چون مثلا اینجوری میکرد، میگفتش که آره میدونین داداشم خیلی مثلا به مامانم وابسته است، میاد خونه میره حتما باهاش صحبت میکنه، ساعتها حرف میزنه، ولی من میرم خونه بعد چای میخورم میخوابم سرم تو گوشیمه کار میکنم. آره من خیلی وابسته نیستم به مامانم. یه چیزی که من سر کلاسم به بچه ها گفتم این بود که مثلا وقتایی که نبود راجعش گاسی میکنیم ببین این یه کار کرده بود همه کلاس از این بدشون میاد، غیر یه عده خیلی خاص که مثلا 10 نفر بودن. بعد یه جوری شده بود که از یک جای به بعد آدم هایی که داشتن یه گوشه نون و ماستشون رو میخوردن اینا میرفتن زیرا به طرف رو میزدن، میرفتن اذیت میکردن، اونا هم بد میشدن. بابا مثلا تو نیکم مثلا من خودم قوره شیشه دارم، خب از مسخره میکنم، اذیت میکنم، تیکه میندازم، اوکی من مثلا از فلان بدم، ولی اون همکلاسی که آرومه، جیکش در نمیاد، ساکته، مثلا رفته بود ارائه داده بود همین دختری که خیلی آروم بود و فلان و اینها، اینا تو گوشی سرچ کرده بودن، داشت یک آزمون رو توضیح میداد. اصلا اون کلاسمون خیلی سمی بود، این به کنار ماه رمضون هم بود و مثلا بچه ها خیلی فنا بودن. این رفته بود ارائه داده بود، بعد اینو دوست صمیمیش تو گوشی سرچ کرده بودن، تا آزمون رو درست توضیح ندادی. دختره اومد نشست، دوست همین آقا رفت جلو تخت آزمون توضیح داد و استادم هیچی نگفت. این خیلی مسخره است که استادم نزد تو دهنه اینه که به تمرین سر جاتون برگ چوغون در مثلا. البته که استادی که میشینه یه جا دانشجوی ارائه بده خیلی استاد به درد بخوری نیستش، ولی خب حتی اونجا مثلا هیچ دخالتی نکرد. خلاصه آره این خیلی اخلاق خاص داشت و از هر فرصتی استفاده میکرد که مخصوصا به استادا صمیمی بشه، بره تو گروهشون مثلا بره باشون بازی بکنه. آدم به شدت دورویی بود، یعنی یه استاده بود فلسفه خونده بود. بعد میمد چیز میکرد، میمد سر کلاس چرت و پرت میگفت و خیلی استاد مزخرفی بود واقعا، صرفا به خاطر اینکه حالا یه پارتی هم داشت مثلا بود و یه جوری بود دیگه، مثلا هر چقدر اعتراضم میکردیم میگفته با این استاد سواد نداره، اصلا نمیفهمه داره چی کار میکنه، چی با ما یاد نمیده، یاد انتظارات خیلی عجیب غریب داره و اینها، گردن اینو تبر نمیزد. و خب وضعیت دانشگاه هم یه جوری بود هر کی استادی که دوست داشت می آورد، بعد مثلا اگه میگفتن آقا این استاد رو عزل بکنین این کار نمیکردن، مگر اینکه دیگه طرف خیلی مثلا زایه بود. همون استادی که صحبت کردم سر آزمونا اون رفت بالاخره، مگه طرف خیلی زایه بود یه حالت نون قرض زدن بود، مثلا موهای همدیگر رو میگرفتن، فرهت هم مثلا استاد بدی آوردی مثلا، الان اینو من دارم میگم واقعا چه خبر بوده،
مثلا موهای همدیگه رو میگفتم ول کن تا ول کنم، تو استاد بدی که آوردی رو ببر تا منم استاد بدی که آوردم ببرم. در نتیجه هیچ استادی نمیرفت و ما اون وسط داشتیم بگاه سگ میرفتیم. احتمالا بابت این عبارت آخری که گفتم یکم برای یوتیوبم بد میشه، ولی خب همچنان. اینکه صدام داره میگیره همچنان دارم حرف میزنم، این خیلی نکته مهمی. امیدوارم داد نزده باشم، نزدش شبگیر باشم. با اون استاد فلسفه خیلی دوست بود و رفیق بود و مثلا آقا اینا با هم دیگه کافه میرفتن صحبت میکردن فلان اینا. بعد یهویی من تو گروه مثلا من خودم آدمی بودم که از این استاد بعدم میمد سر کلاسش هم نمیشستم. حضورگاه میگه حضورگاه برای من مهم سر این چرت و این خب از اون طرف هم از توبره میخورم از آخر، هم با استاد رفیق بود، هم بعد پشت سرش با ما بد میگفت که ما مثلا فاز چیه مهر حسابی، یه ساید رو انتخاب کن دیگه. خلاصه این خیلی اتفاقی نماینده یه استادی شد که ما تا همین ترمای آخر، یعنی از ترم دوم تا همین ترمای آخر به مرور زمان دومینووار باش درسامون بیشتر شد و مثلا ترم آخر فکر کنم یا 6 و یا 10 باید باش داشتیم. ترم آخری که من رفتم از 18 باید مثلا نصفش با این بود و خب اونم چیز بود، 2 دختر داشت و یه جورایی مثلا خیلی پدرانه با این رفتار میکرد، سعی میکرد خیلی تو ذوقش نزنه و اینها و مثلا باهاش دوست باشه. نمیدونم شایدم مثلا این آدم اون چیزی که به ما نشون میده رو به اون نشون نمیده، در نتیجه اون اتفاقی که من فکر میکنم نمیفته. یعنی اینجوری نیست که مثلا من بگم اوکی استادا چرا مثلا به این پر و بال میدن. خیلی اتفاقی نماینده این شد ما یه بار تصمیم گرفتیم یکی از کلاس ها رو نریم، بعد رفتیم چیز، حالا همینجوری دست به دست هم دیگه داد و ما رفتیم تورباقا و این بعدش شلوار خودشو کشید سرش که وای آره آبروی منو بردی، شما که میخواستین برین در درد و دور چرا به من گفتین زنگ بزنم کلاسو کنسل کنم و فلان و اینها، من از کارم زدم مدام اینجا، بعد شما میگین کلاسو که میدونین من از آبروم گذاشتم. الان نکته خنده اینجاست که ترم اول نماینده یه استادی شد بعد استاده گفتش اوکی بعد فصل آخر اونایی که تجربه خوندن بیان درس بدن. بعد خب فصل کم بود، به بچه های ارائه نمیرسید، در نتیجه بچه های ارائه نمیرسید. انقدر ناراحتم دارم گریه میکنم مثلا بچه های ارائه نمیرسید، در نتیجه از بچه های انسانی من درس دادن. خب این خودش بعد بچه های انسانی بود فکر کنم درس دادن. بعد استاد آخر ارائه که تمام شد یکم قاطی کرد، استاد مادر فولاد زره خیلی آدم عجیب غریب بود. مثلا اینترنت خراب بود، گفت با این اینترنت مثلا کشورتون مثلا این طویله مال تو نیست باشه. استاد آخرش یکم مثلا ناراحت شد، گفت بابا من گفتم بچه‌ای که تجربه خوندن بیان این بحث مثلا عصب و توضیح بدن، بچه‌ای که انسانی خوندن از رو متن نمیتونستن بخونن، من داشتم کمکشون میکردم. خب چرا به حرف من گوش نمیدی؟ خب این ارائه خوبی نبود و فلان. این اومد تو گروه
باز دوباره آبروی منو بردین، این چه ارائه‌ای بود دادین، چرا اینجوری کردی؟ بابا یه نفر دیگه ارائه رو بد داره، چیکار آبرو تو داده؟ بعدم تو که نگران آبرو تو چه نماینده میشی؟ بباره یه گوشه بشین، اذیت میشی. آره خلاصه منو خیلی فلانم کردین بهمان. بعد از اونجا ورده خیلی سمی بود. از اونجا کلاس، حالا قبلش هم مثلا اینا با هم دیگه لاست و اینا میزدن، ولی از اونجا دیگه به طور به وضوح کلاس رو تیکه شد دیگه. بعدا خوماد داشتیم و حالا باز مثلا اون تیکه تیکه بیشتر شدن، ولی خب سایدا خیلی دیگه مشخص شد. و دارم فکر میکنم ببینم دیگه چی از این آدم یادم بیاد، چون خیلی رفتار درگیر کننده ای داشت. خب یعنی مثلا یه جوری بود که تو میتونستی راجبش، مثل الان خب من الان چند وقت دانشگاه نمیرم، یه هایی که به ذهنت میاد اصلا اینجوری که هایی کی بود دیگه. اینو یه بار خواستم بگم، فکر کنم نگفتم کامل. یه بار سر کلاس بچه‌ها گفتم که بچه‌ها این بنده خدایی که مثلا ما انقدر داریم، بنده خدایی که ما داریم انقدر مسخرش میکنیم و مثلا ازش رنج میکشیم، این مامانش روانشناس بوده. تک تک بچه‌هایی که توی کلاس نشستن پتانسیل اینو دارن که یکی مثل این تحویل جامعه بدن. چون تو شاید به خودت بگی من دارم روانشناسی میخونم، ولی خب نه اینا روانشناسی خونده، چرا اینجوری شده پس؟ بعد آره خلاصه این یه بار گفته بود دوست دخترش بیاد مثلا دانشگاه، و بعد حالا دوست دخترش بچه سالم بود، مثلا بگم دبیرستانی بود، و اومده بود سر کلاس. مثلا این خیلی اینجوری بود که آره مثلا دختر خیلی من بغلش کنم فلان، دلم برتنگ شده اینجوری منو دوست داره، این یکی از خاطر منو میخواه، خیلی مهمه. چیزی که داشتم بهش فکر میکردم تو دستشویی وقتی که به این آقا به ذهن آمده بود که انصافا دلم میخواد بدونم این با همه اون زیراب زد. آقا ما اصلا تصمیم میگیریم کلاس رو نریم، اینو نوچهاش میگفتن سر کلاس ما غیبت میخورد و اینجوری بودن که نه بعد کلاس رو بیاین، ما تحت هر شرایطی میریم. یا مثلا ما تو گروه میگفتیم ما که نرین، ولی اینا میرفتن، مثلا 10 نفر بودن، 5 نفر 10 نفر بودن میرفتن. داشتم به این فکر میکردم مثلا 30 سال دیگه این آدم با این حرکاتی که میزنه و با این کاری که کرده واقعا کجا میرسه. الان واقعا جالبه بدونم مثلا یه روزی برم شاید مثلا سرچ کنم یا به گوشم برسه که این چی شد، مثلا کجا رو گرفتی. بخواست برای وکالت هم بخونه به خاطر اینکه معتقد بود طبعا نمیشه خیلی همین چرتیه و مثلا چیز نداره، قاطعیت نداره توش، در صورتی که مثلا پزشکی داره، پزشکی هم نداره ولی خب مثلا چه مومی شده مثلا خیلی گردنشون کلفتره در زمینه‌ای که اگه اشتباه کرده اگه درست میگن. مثلا روانشناسی خیلی علم چیزیه، خیلی علم فرار کنیه، نمیدونم بزن در رو چی جوری مؤدبانه بگم، ولی یک علمیه که یک حرفی رو میزنه بعد اگه بگی این حرفی که زدی حرف اشتباهی میپیچونتش، مثلا میگی نه آخه میدونی. و علم آماریه بیشتر تا علم چی جوری بگم من واقعا این جمله رو. خب اونقدر چیز ملموسی مثل یک چرک نیست مثلا در پزشکی، مثلا سرطان نیست، مثلا قابل دیدن نیستش.
و با این حد که خب اصلا قاطع نیست، خب منم موافقم قطعا، ولی خب چون این میگه نه شوخی میکنم، کاملا جدی بودم. آره خلاصه آقا ما رفتیم، امیدوارم برای بچه‌ها الان مشکل پیش نیاد که دوستان درس رو، ولی ما رفتیم حتی یه تلاشی بکنیم اینو از دانشگاه بنازن بیرون، بابت اینکه شما تصور بکنید آدمی همچین خودشیفتگی مثلا پارانویدی روانشناس بشه، خب این یه آدم اسکل ما داریم تعریف جامعه، روان پریش رو ما داریم تعریف جامعه با ما روانشناس میدیم چی جامعه و اینو بنزیم بیرون فاق تحصیل نشه. و حدس میزنید چی شد؟ من اونجا اینجوری بودم که من دارم سلامت روانم رو به خاطر این آقا از دست میدم و بزرگواری که منت گذاشتن سر ما به حرفای ما گوش دادن، گفتن من یک دیوونه کم تو جامعه است، با اینم بسازی، اینم یکی مثل بقیه. آره خلاصه مثلا فکر کنین من مدرکم رو میخواستم از جای بگیرم که البته همه ایران همینه قطعا و همه جای دنیا همینه، اصلا لزوما حتی برای ایران نیستش، ولی فرض کن تو مدرک تو میخوای از جای بگیری که آقا این که حتی به وضوح انقدر کامل انقدر شفاف یه حرف رو بزنن تا مثلا نگن اینو بپیچونن اینجوری رفتار بکنن ولی نگن اینو دیگه، این که انقدر بی پرده اینو بهت بگن که مگه کم دیوونه تو دنیا هست، با اینم بسازی هم یکیشون اصلا مهم نیستش، دو شهریه میده تو هم دو شهریه میدی، میخوای تو برو. آره خلاصه اونجا که ما داشتیم صحبت میکردیم که مثلا خیلی آب زیر کاه دروه و فلان و اینها، اینجا استاد گفتش که سر کلاس من که خوبه، حالا این حرفایی که داریم میزنیم من آره متوجهم ولی سر کلاس من که خوبه، فعلا چیز دیگه نیم ساعت دارم حرف میزنم و دیگه از چشام و دماغم کاملا مشخصه که دیگه نمیتونم، چیز دیگه هم به ذهنم نمیرسه و اینکه دفعه است